اطاعت کردن یه انتخاب نیست، یه واکنشه. اما بریم سراغ این که ریشه تله اطاعت کجاست. در واقع این تله بیشتر در دوران کودکی به وجود میاد. بچه‌ای که والدین کنترلگر و مستبد داشته و مدام این جمله ها رو توی خانواده شنید. بچه خوب حرف گوش کنه، همین که من میگم. یا بچه‌ای که والدین هیجانی و غیر قابل پیش بینی داشته، یه روز مهربون، یه روز عصبانی، یه روز حامی، یه روز تهدید کننده. و بچه هیچ وقت نمیدونه قراره با کدوم نسخه از والدش روبرو بشه. خانواده رو تصور کنید که حال پدر تعیین کننده است. بابا از سر کار میاد، اگه حالش خوب باشه خونه امنه، اگه حالش بد باشه همه باید ساکت باشن. و بچه یاد میگیره قبل از حرف زدن باید حال بابا رو چک کنه. و یا بچه‌ای رو در نظر بگیرید که توی خانواده درگیر محبت مشروط بوده. خانواده‌ای که مدام بهش میگفتن اگر بچه خوبی باشی دوستت داریم، اگر به حرفم گوش کنی برات خوراکی میگیرم، اگر پسر بدی باشی دیگه دوستت نداریم. و یا بچه‌ای که نقش قربانی رو در خانواده بازی کرده. خانواده‌ای که پدر و مادر مدام در حال دعوا کردن با همدیگه بودن و بچه همیشه مسئول آشتی دادن پدر و مادر با همدیگه بوده. اینا هر کدوم به تنهایی میتونن دلیل شکل گرفتن تله اطاعت در شما باشن. افرادی که درگیر این تله بودن هیچ وقت نتونستن خودشون رو دوست داشته باشن و نیازهای خودشون هیچ وقت براشون اهمیت نداشته. توی ویدئوی بعدی بهت میگم اگر خودت رو از این تله بیرون نکشی چه اتفاقات و پیامدهای بعدی رو ممکنه برات به همراه داشته باشه. با من همراه باش.